یکی از این غرفه‌ها به تابلو فرش هنرجوها اختصاص داشت. مبانیشو یاد میگیرن، رنگ شناسی نقشه فرش، انواع نقشه ها هستش. در این غرفه‌ها کار آموزشی هم انجام میشد. کسایی که علاقه‌مندن به رشته مکانیک که اینجا به صورت واضح و برش خورده است موتور و میتونن راحت آموزش ببینن. اینجا مرغ مادر البته از نوع مصنوعیش رو هم ساخته بودن. یک گرمای مورد نیاز جوجه رو انجام میده. به این صورت تخم‌ها رو در داخلش قرار میدیم و به صورت یه المنت داره با یه فن که گرمای مورد نیاز رو از طریق فن به جوجه وارد کنه. هنرجوهای متخصص کار چوب هم در این نمایشگاه غرفه داشتن. ما الان از طریق چوب‌های بازیافتی استفاده می‌کنیم برای ساخت این وسایل. غرفه دیگری هم به هنرجوهای رشته معماری و طراحی داخلی اختصاص داشت. بچه معماری چون که کار دیزاین و دکوراسیون خونه‌ها رو انجام میدن، بعد از انواع هنرها مثل کاشیکاری، موکتکاری و تزیینات چوبی بلد باشن. طراحی و دوخت لباس هم از دیگر رشته‌هایی بود که در این نمایشگاه غرفه‌ای داشت. کار دوخت انواع لباس زنانه، بچگانه و لباس مردانه رو آموزش می‌بینن و میتونن در معرض فروش هم قرار بدن. غرفه‌ای هم برای آثار هنرجوهای رشته فوتوگرافیک در نظر گرفته شده بود. در واقع تلفیق از گرافیک و تصویربرداری با دوربین رو کار میکنن. کار بر روی سفال و سرامیک هم در غرفه این نمایشگاه جای داشت. از طریق پتینه، نقاشی روی سفال این کارا رو تولید میکنن. هنرجوها کارهای خودشون رو در قالب 25 غرفه به نمایش گذاشته بودند. ما فقط به علم مغز نیاز نداریم. ما باید در زمینه تربیت نیروهای ماهر که بتونن به پیشبرد اهداف کشور کمک کنن حتما نیاز داریم. روی همین منظور دعوت کردیم هنرستان‌ها، مدیران محترم، دانش آموزان و کادر مدارس رشته‌های خودشون رو در اینجا جمع کنن و معرفی کنن به علاقه‌مندان. برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتونه به دانش آموزان برای انتخاب رشته‌های کاربردی در جهت رفع نیازهای جامعه کمک کنه. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.